پارلمان آذربایجان همین هفته بسته چاره‌های ضد بحرانی را تصویب کرد که هدف از آن کمتر کردن تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی مردم است که از بالا رفتن قیمت مواد غذایی به خشم آمدند. وکیلان آذری پیشنهادهای المان رستموف رئیس بانک ملی را پذیرفتند و یکی از بخش‌های این برنامه برای پیشگیری از کاهش قرب پول ملی منت روانه شده است. اقتصاد آذربایجان پایبند درآمد از فروش نفت است و با پایین آمدن قیمت نفت در بازار جهانی درآمد به بودجه آذربایجان کم شده است و ارزش منت در 1.5 سال گذشته در مقابل دلار 70% پایین آمد. در پی این قیمت مواد غذایی و مال و محصولات در آذربایجان بالا رفت و صدها نفر به کوچه ها ریختند و علیه حکومت و بالاروی نرخ‌ها اعتراض کردند. در این باره صحبتی داشتم با الخان نصیبوف، همکارم از بخش آذری رادیو آزادی. الخان، به برنامه ما خوش آمدید. لطفاً اول درباره آن چاره‌هایی میگفتید که حکومت می‌خواهد برای کاهش تاثیر بحران اجرا کند. به صورت عموم برنامه وجود ندارد و چاره‌های علاهیده اندیشیده می شود. حکومت گفت ممکن است برنامه را آخر ماه ینور و یا فوریه قبول کنند. از این سبب چاره‌های علاهیده اندیشیده می شود. اول مزد کارمندان تمام نهادهای دولتی را 10% بالا بردند. از جمله مزد عالمان و اکادمیک‌ها، طبیبان و دیگران را افزایش دادند تا تاثیر بحران به آنها کمتر شود. اما مشکلی بزرگترین به گفته حکومت مشکلی 2.5 میلیون نفری است که از بانک‌ها قرض گرفتند و آن را برگرداندن نمی‌توانند. با قرضداران اجازه دادند که اگر قرضشان از $5000 زیاد باشد می‌توانند با قرب پیشینه برگردانند. این مردم در وقت قرض گرفته بودند که $1 به 1 منت و 5 گپیک برابر بود. اما حالا $1 به 1 منت و 55 گپیک برابر شده است و مردم 55% زیان می‌بینند. آنها می‌خواهند این مشکل را یک نوع حل کنند ولی حالا نمی‌توانند. 1 манат 55 копеек. Поэтому они где-то 50% проигрывают. اما تا کجا این چاره‌ها می‌توانند پیش به قرب‌شوی پول ملی آذربایجان و همین گونه بالا رفتن قیمت مال و مواد را بگیرند؟ У нас газета есть «Азадлык», правда, оппозиционная газета, они говорят, что после... در آذربایجان ما روزنامه آزادلیک را داریم که روزنامه مخالف دولت است و آن نوشته است که بعد هر سخنرانی حکومت الهام علیوف آنها نسبت به آینده بدبین‌تر می‌شوند چون که چاره‌های مشخص و منظم اندیشیده نمی‌شوند. آنها در اول می‌خواستند از راه‌های معمولی مشکل را حل کنند. حتی تاجران کلان را دستگیر کرده به وزارت امور داخلی می‌آوردند و مجبور می‌کردند که قرض‌های بانک‌ها را برگردانند. طوری معلوم چند پیش در 6 منطقه کشور مردم به تظاهرات برآمدند. اعتراض آنها از بالاروی نرخ‌ها و بی‌قرب‌شوی پول نبود. اعتراض آنها به ضد بیکاری بود. قرب منت در ظرف 2 سال اخیر 50% پایین آمده است. آذربایجان در ظرف 15 سال اخیر از حساب فروش نفت 115 میلیارد دلار به دست آورد و مردم میپرسند که این پول کجا شد. مردم میگویند که ما آماده ایم از ساعت 6 صبح تا 12 شب کار کنیم ولی جای کار داشته باشیم. با وجود آنکه حکومت کاری زیاد کرد، با کور آباد کرد، به منطقه ها 31 میلیارد دلار داد ولی فقر زیاد است. چند پیش در ناحیه الچبیدین یک مرد 38 ساله خواسته است خودکشی کند چون که نتوانسته است به کودکش برای خریدن نان خشک 10 گپیک بدهد و از علم خواسته است خود را از قبط پنجم به پایان اندازد. این چاره‌هایی که گفتید بعد از اون قبول شد که مردم طوری که خودت گفتی به تظاهرات برآمدند و سرنوشت آنهایی که در این تظاهرات دستگیر شدند چه خبر است؟ Во время этих демонстраций بسیاری از آنهایی را که هنگام تظاهرات دستگیر کردند بعد مدت جواب دادند. بعضی ها را از 7 تا 10 روز به زندان محکوم کرده جزای مأموری دادند ولی به جوابگری جنایی نکشیدند. کسی را جزای سخت ندادند زیرا خود حکومت نمیخواهد که وضع تیز و تند شود. دیگر اینکه تظاهرات را کسی تشکیل نکرده است زیرا خود مردم برآمده علیه بیکاری و قیمتی اعتراض کردند. بعد این حکومت انداز از ارزش علاوه شده به نان و آرد را بیکار کرد. قیمت نان و آرد را پایین آوردند و گفتند کسی که با قیمت بالا میفروشد جزا میگیرد و چند نفر را جزا هم دادند. Выше определенной цены, кто будет продавать, и некоторых наказали, арестовали.